سلام. امروز میخوایم در مورد چند تا از خصوصیات جالب و دوست داشتنی سگ‌ها با هم صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. سگ‌ها حیوانات بسیار جالب و دوست داشتنی هستند. در ادامه چند حقیقت جالب و باور نکرده درباره سگ‌ها براتون میارم. سگ‌ها از هزاران سال قبل با انسان اخت پیدا کردند و مثل انسان‌ها سگ‌ها نیز در رنج‌های عاطفی متفاوتی قرار می‌گیرند. آنها می‌توانند فقط خوشحالی یا غمگینی را تجربه کنند، بلکه می‌توانند احساساتی مانند عشق، ترس، حسابرسی اجتماعی و حتی حسادت را نیز تجربه کنند. 2. برخلاف باورهای رایج، تقریباً همه سگ‌ها قادر به شنا کردن هستند. برخی از نژادها مانند لابرادورها و گلدن ریتریورها نژادهایی هستند که عاشق آب هستند و شنا را به خوبی انجام میدهند. اما حتی سگ‌های کوچکتر نیز می‌توانند شنا کنند و از آب لذت ببرند. 3. بسیاری از سگ‌ها بسیار هوشمند هستند و قابلیت یادگیری را دارند. برخی از نژادها مانند برگرها، شپرد آلمانی‌ها و پودل‌ها به خصوص هوشمند هستند و می‌توانند تعداد زیادی دستور و حرکات را یاد بگیرند. 4. سگ‌ها بسیار خوابانده هستند و میان 12 تا 14 ساعت در روز می‌خوابند. برخی از سگ‌ها می‌توانند تا 18 ساعت در روز نیز بخوابند که ممکن است اندکی شگفت‌انگیز به نظر برسد. 5. برخی از سگ‌ها توانایی شناسایی بوهای مختلف را دارند و به عنوان سگ‌های دستیار از توانایی برای کمک به افراد با نیازهای ویژه استفاده می‌کنند. برای مثال، سگ‌های آموزش دیده هستند می‌توانند به شناسایی قند خون بالا در افراد مبتلا به دیابت کمک کنند یا به شناسایی بمب‌ها و مواد مخدر بپردازند. 6. سگ‌ها قادر به تشخیص احساسات انسان‌ها هستند. آنها می توانند علائم زبان بدن و تغییرات صوتی را در صداهای انسانها تشخیص دهند و به احساساتشان واکنش نشان دهند. بنابراین آنها می توانند به عنوان یک دستیار برای شما باشند. 7. سگ‌ها با قدرت بوی بسیار بالایی به دنبال غذا، آب، شی‌های مفقود شده و حتی بمب‌ها می‌گردند. برخی نژادها به طور خاص برای اینکه تربیت شده‌اند مانند نژادهای بلودهوند که به عنوان سگ‌های جستجوگر و مواد مفقود شده شناخته می‌شوند. 8. سگ‌ها قادر به تطابق با محیط زیست مختلف هستند. آنها می‌توانند در مناطق گرم و سرد، در محیط‌های شهری و روستایی و حتی در شرایط آب و هوایی متفاوت زندگی کنند. 9. برخی از سگ‌ها توانایی وفاداری بسیار بالایی دارند و به عنوان سگ‌های نگهبان استفاده می‌شوند. آنها محیط خانه و خانواده را حفظ می‌کنند و از حملات دزدان و خطرات بیرونی محافظت می‌کنند. 10. سگ‌ها قدرت بسیار بالایی در ایجاد ارتباط با انسان‌ها دارند. آنها قادر به درک عبارات صوری و صوتی انسان‌ها هستند و با ما ارتباط برقرار می‌کنند. این توانایی برای آموزش ارتباط با صاحبانشان بسیار مفید است. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.